بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان و حضار محترم. عارضم خدمتتون که در این جلسه میخوام که خونه های قوی، متوسط و ضعیف رو برای شما معرفی بکنم که در تفسیراتمون قراره که به اینها هم توجه بکنیم و از اساس و پایه در واقع تفسیرات علم آسترولوژی نجومه. عارضم خدمتتون که ما خونه ها رو به سه دسته چهارتایی تقسیم میکنیم در نوع بررسی هامون و خونه هایی که در واقع رأس اولویت و قوی حال هستند با عنوان وتد و به تبع خونه هایی که مایل به متوسط هستند به عنوان مایل الوتد و خونه هایی که ضعیف هستند زایل الوتد گفته میشه. حالا اینا کدوم خونه ها هستند؟ بنده خدمتتون نشون بدم. ببینید ما در خونه ها، ببینید خونه اول، حالا یک علامتی بزنم، خونه اول، خونه چهارم، خب خونه هفتم که میشه اینجا 1 2 3 4 5 6 7، خب و خونه دهم که میشه در واقع اینجا. این 4 تا خونه به عنوان خونه های قوی الحال ما هستن که به عنوان وتد گفته میشه. بعضن حالا اوتاد هم میگن، ولی خب ما در اینجا با عنوان در واقع وتد با اونها سر و کار داریم و به عنوان قوی ترین خونه های یک چارت به حساب میان. خب و اما خونه های مایل الوتد کدوم ها هستند؟ یک رنگ دیگری رو انتخاب بکنم و براتون نشون بدم. خب خونه های مایل الوتد هم دقیقا یه خونه بعد خونه های وتد رو خونه های مایل گفته میشه، یعنی یکم ضعیف هستن نسبت به این 4 تا خونه که با هم دیگه صحبتشو کردیم. پس خونه های دوم، خونه های پنجم، خونه های به قول معروف هشتم و خونه 11 به عنوان خونه های مایل الوتد هستند. و مابقی خونه ها که حالا اونا رو مشخص بکنم که خدایی نکرده سوء تفاهم پیش نیاد. خونه سوم، خب خونه ششم، خونه نهم و خونه 12 هم به ترتیب خونه هایی هستن که با عنوان خونه های زایل الوتد پذیرفته میشه. حالا اگر قانون دوباره وجود داره، اگر شرایط خاصی ایجاد بشه، مثل ستاره‌ای که در تاسیس باشه، ستاره‌ای که در تربیه باشه، مقارنه داشته باشه یا مقابله داشته باشه، یا اصلا حالا این مباحث رو قراره در آینده صحبتشو بکنیم، ولی از الان میگم که ذهنیت داشته باشید. حتی اگر یک ستاره‌ای در واقع سروری خودش باشه یا وبال خودش باشه یا حتی شرف حبوط خودش باشه، حتی رجعت داشته باشه، خب اینها رو باید نگاه بکنیم که در کدوم دسته از این سه دسته‌ای که با هم دیگه صحبت کردیم کجا قرار گرفته که به عنوان خونه‌های وتد، خونه مایل الوتد و زایل الوتد در کدوم یک از اینها قرار گرفتن. پس ما 3 دسته خونه داریم توی تفسیرات. دسته اول، چارتای اول به عنوان خونه‌های قوی حال و به اسم وتد میشناسیم. خونه‌های دوم خونه‌هایی هستن که از لحاظ قدرت متوسط هستن نسبت به خونه‌هایی که قوی حال هستن و به اونها مایل الوتد گفته میشه. و خونه‌های دسته سوم که متشکل از سوم، ششم، نهم و 12 زایل الوتده و اینها همیشه ضعیف هستند. دقت داشته باشید که وقتی ما می‌خوایم که بیماری یک شخص رو بررسی بکنیم حتما خونه 6 رو نگاه می‌کنیم در علم آسترولوژی، چرا که منسوب به بیماری هاست، منسوب به بدبختی هاست و مشکلاتی که میتونه برای شخص به بار بیاره. خب و این همیشه از دسته خونه‌های ضعیفه، درسته؟
یا مثال میگم میخوایم یه خود شخص رو بررسی بکنیم، حتما خونه اول رو نگاه میکنیم که خونه اول قوی الحاله از لحاظ تقسیماتی که تا الان صحبتشو کردیم. خب یا مثال میگم برای احتمالات بررسی یک تعداد اتفاقات احتمالی خونه هشتم رو بررسی میکنیم، برای جشن و سرور و این جور قضایا خونه پنجم رو نگاه میکنیم، برای دوستی ها که ریسک در اون هست خونه 11 رو بررسی میکنیم که اینا هم مایل الوتده. و یک تعداد بررسی ها داریم که بر اساس دشمنی هاست، مثلا خونه 12 رو بررسی میکنیم که اینم گفتم زایل الوتده. پس اینا خودشون یه منسوب بندی دارن که ما نسبت به موضعی که میخوایم بررسی بکنیم باید بدونیم که از این سه دسته کدوم یک رو باید بیشتر مورد توجه خودمون قرار بدیم و نسبت به اونها تفسیر خودمون رو ادامه بدیم و موضعهای مختلفی رو برای خودمون در طول چارت تعیین بکنیم که از لحاظ آسترولوژی ببینیم که چه پیامدهایی برای ما داره، که حالا در مباحث آینده قراره که بیشتر با این موضوع صحبت بکنیم. خب امیدوارم که این جلسه هم مفید واقع شده باشه براتون و در جلسات بعدی بتونیم که به تکمیل این موضوعات بیشتر بپردازیم. موفق باشید.